بسم الله الرحمن الرحیم. حکم روزه کسی که با مال حرام افطار میکند. با مال حرام روزه افطار میکند، با خرمای حرام روزه افطار میکند، با آبی دزدیدگی روزه افطار میکند، با پولی نوتبانک سودی روزه افطار میکند. آیا میشه؟ نمیشه. شخصی که از بانک سود میگیرد، در خورد و نوش خود از حرام اجتناب نمی کند، اگر این آدم روزش با همچون رزق حرام افطار کنه قبول هست یا نیست؟ این سوالی است. علما فرموده روزه و عبادت شخص سودخور، روزه و عبادت دیگه، یا روزش یا عبادت دیگری که یک شخص سودخور و حرامخور و قمارباز اگر اجتناب نمیکنه، با حرام روزه افطار میکنه، با حرام روزه خود میده میکنه، در بارگاه پروردگار قبول نخواهد شد. روزش قبول نیست، روزه نشده، روزه را الله ثواب نمیده. چرا؟ الله متعال عمومی کسانی که عبادت میکنه او را گفته که حرام نخورین، از حرام اجتناب کنین. روزه هم یک جمله بزرگترین عبادت است. افطار کردن با مال سود و حرام مانع قبولیت عبادت میگردد. از این صبح صادق تو که گرسنه ماندی بیگایی که به نان حرام ایره افطار کرده، هیچ ثواب الله برات نمیده. اما ثوابی که الله به روزه دار میده که خوشبوی دهنش از مشک بالاتر ارزش داره، دروازه های جنت برویش باز هست، امی ثواب ها را الله متعال اگر به رزق حرام روزه باز کردی، الله برات عبادت قبول نمیکنه. چرا؟ علیه السلام گفته 4 کس به گونه‌ای هستند که خدا متعال اونها را داخل بهشت نمیگردند. 4 کس الله خداوند در بهشت داخل نمیکنه. او 4 کس کیست؟ کسی که عادت شراب خوری دائمی داره، همیشه شراب می‌نوشه، شرابخور الله به جنت داخل نمیکنه. دوم سودخور، سود حرام است، نه؟ شراب حرام است، این دو حرام خور. سوم کسی که مال یتیم را میخوره، مال یتیم صغیر در خانه هست، کاکا مال یتیم را میخوره، ماما مال یتیم میخوره، الله را به جنت داخل نمیکنه. چهارمش کسی که نافرمانی پدر و مادر خدا میکنه، پدر و مادر قلا به جنت نمیبره. یعنی در این جمله تقریبا 3 از این تعلق به خوردنی داره: شراب خور، سود خور، مال یتیم خور. این امیر الله رسول السلام با زبانش به ما بیان شده که جنت وارد نمیکنه. چهارمش کسی که پدر آزار و مادر آزار است. پس وقتی که اینجا علیه السلام فرموده که سودخور الله به جنت نمیبره، آدم خو فضل و کرم الله میسر میشه، آدم مراتب جنت میگیری. کسی که ثواب عبادتش به حرام خوری از بین رفته بوده باشه، اینجا تشدید کرده که وارد جنت نمیشه. البته این کسی است که بگه شراب حلال است، پدر آزاری حلال است، مال یتیم خوردن حلال است، سود خوردن حلال است، کافر میشه. کافر الله جنت نمیره. اگر این بگه که نه حرام است میخورم، عقیده به حلال بودنش نداشته باشه، لیکن بازم خورده باشه، اول مرتبه الله به جنت نمیبره و خوب شست و شو کرده جزاش میته، بعدا میکشه. یعنی کسی که روزه را به نان حرام افطار کنه ثواب نداره، روزش پاداشت الله برش نصیب نمیگردانه. این یک مسئله. مسئله دیگری، آیا چکاندن آیا چکاندن دوا در چشم روزه را فاسد میکنه یا نه؟ در چشم دوا میچکنی، مریض میشی در رمضان مبارک، آیا روزه میده میشه میشکنه یا نه؟ قطره و یا کدام دوایی که یا قطره یا کدام هر دوایی که است در چشم چکانده شود روزه نمیشکنه. چکک چشم روزه را میده نمیکنه. اگر چه تلخیش هم در دهن بیاید تفکوسو هیچ مشکل نداره، روزه به چکک چشم میده نمیشه. یک. اما اگر به گوش چکانده شود، دوای درد گوش، چکک گوش روزه میشکنه. چکک گوش روزه را میشکناند. چرا این سوراخ از این راستن در میده میرسه. چکک گوش روزه را میده میکنه، چکک چشم چکک گوش روزه را میده میکنه، چکک چشم روزه را میده نمیکنه. اگرچه بعض تحقیقات جدید ثابت کرده، گفته احتیاط شود بهتر است، احتیاط شود بهتر است. متوجه هستین؟ دوم، سرمه هم روزه را میده نمیکنه، سرمه هم روزه را میده نمیکنه. این دو مسئله. سوم مسئله، بعضی برادرها یک تکلیف داره، او تکلیف نامش بواسیر میگیم، نمیشون تکلیف بواسیر، خصوصا در مقر
زیاد و بلا زده هسته، بعضی تکلیف داره. آیا در ماه رمضان مبارک آدمی که تکلیف بواسیر داره از طریق مقعد و شرمگاه اگر اونجا دوا استعمال کنه روزی ای آدم میده میشه یا باقی است؟ جواب: روزه به خارج بدن اگر استعمال شود گنجایش داره مشکل. چون همین دوا اگر بیرونی اما سوراخ مقعد استعمال شود هیچ مشکل نداره و ناقض روزه نمی باشه. اگر مرهم و یا کدام دوای دیگر که داخل مقعد گذاشته شود روزه را فاسد میکنه، روزه را فاسد میگرده. یعنی بواسیر کسی تکلیف داره اگر در بیرون خارج اگر مرهم و دوا میچکانه روزه میده